قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. آیه را حضور شما تلاوت کردم تا وقت خطبه جملات شکسته را خدمت شما عرض می کنم. دعا بفرمایید به همه ما الله سبحانه و تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. قرآن عظیم و شان مطلب بسیار زیبایی را در این آیه عنوان فرموده است و همه امت مسلمه را و احاد ملت ما را، مردم مسلمان را و تک تک ما را قرآن عظیم و شان دعوت داده و خطاب کرده است که قبل از هر چیزی ما توجه به خودمون داشته باشیم، به خودسازی بپردازیم، مواظب باشیم که کسانی که از راه خدا منحرفند و کسانی که از راه خدا گمراه هستند به ما ضرر وارد نکنند، به معنویت ما، به هدایت ما، به رابطه ما با پروردگار لطمه نزنند، ما را از مسیر حق و مسیر صحیح و مسیر درست گمراه نکنند. قرآن عظیم و شان همه ما را هشدار داده و همه ما را قرآن عظیم و شان متنبه کرده است که شما خودتون را در هیچ شرایط فراموش نکنید، خودتون را هیچ وقت از یاد نبرید و از خودتون، خودسازیتون، از هدایتتون هرگز غفلت نکنید و غافل نباشید. خودتون را مورد توجه قرار بدید. بسیاری از ماها هستند امروز که در فکر دیگران هستند و میگویند که جامعه خراب شده، مردم خراب شدند، مردم گمراه هستند، باید مردم هدایت کرد، باید به مردم رسیدگی کرد و در فکر خودشون نیستند، خود را بر سر هدایت میدانند، مشکلات خودشون را مورد رسیدگی قرار نمیدهند، انحراف های خودشون، کجی های خودشون، گمراهی های خودشون، غفلت های خود را نمی بینند، عیب دیگران را می بینند و از عیب خود نابینا هستیم. از ما بسیار این طورند. الله سبحانه و تعالی به حال همه ما رحم بفرماید. باید ما قبل از این که عیب جامعه را نگاه می کنیم، امراض جامعه را می بینیم، مشکلات جامعه را نگاه می کنیم، مشکلات اول خودمون را نگاه بکنیم. قبل از این که ما چشم بیندازیم به عیب دیگران، ما چشم بیندازیم به عیب خودمون، نگاه کنیم که ما چه عیبهایی را داریم، ما چه مشکلاتی را داریم و گرفتاری های ما چه هست، چه کمبودهای در ما وجود داره که ما باید این کمبودا را جبران بکنیم تا برسیم به حق و برسیم به پروردگار. لہذا سروران گرامی، اول باید از خود آغاز کرد، اول باید از خود شروع کرد و زندگی خود را با کتاب و سنت تطبیق داد. اول باید از خود آغاز کرد و کمبودهای خود را جبران کرد و اول از خود آغاز کرد و ارتکاب معاصی و گناه و سستی و غفلت خویش را برطرف کرد و اول برای خود باید ما گریه بکنیم و بعد برای ملت و مردم و جامعه باید گریه بکنیم.
اول به خودمون بعد به زن و بچه هایمون رسیدگی بکنیم که الله سبحانه و تعالی فرموده قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون را نجات بدید و اهلتون را نجات بدید. آنهایی که با ما همراه هستند، جز عائله ما هستند، در خانه ما هستند، نقصان اول متوجه اونهاست از ناحیه ما، لحاظا اونها بیشتر همدردی میکنن ما را در کارها، ما باید به هدایت اونها رسیدگی بکنیم. اول اشک برای خودمون بریزیم، بعد برای زن و فرزندمون بریزیم، بعد برای جامعه باید اشک بریزیم و گریه بکنیم. اما بسیاری از ماها همسال بنده ها هستند که گناه های خودشون را نمی بینن، ضعف های خودشون را نمی بینن، مشکلات خودشون را نمی بینند و میگن مردم فلانند و مردم حله می کنند و کلاهبرداری هست و رشوه‌خواری هست و بی‌کاهل نمازی هست و فلان است و فلان است، همه را یاد می کنند در حالی که خودشون به این گناه هم گرفتارند. اشکال ندارد کسی که خودش به گناه گرفتار دیگران را واعظ کنه، نصیحت کنه به همین گناهایی که خودش گرفتاره، اما به این نیت که خودش هم ترک کنه. شاید حرف خودش به خودش تاثیر بکنه و شاید خودش بالاخره حرفهای خود را برای خود عرض کنم حجت بدانه و دلیل بدانه و مؤثر واقع بشوند حرفهایش برای خود. اگر برای دیگران مؤثر واقع نشدن خودش هدایت بشه اشکال ندارد، اما نباید خود را فراموش کرد، نباید حساب و کتاب خود را فراموش کرد. چرا که هر انسان، قرآن جلوتر می فرماید، هر انسانی وقتی به بارگاه پروردگار می رسد از عمل کرده خود او خدای تعالی او را خبر خواهد داد. خدا ما را خبر خواهد داد که ما چه اعمالی را انجام دادیم، کردار ما چه بوده، رفتار ما چه بوده، عمل کرد ما سیاه بوده یا عمل کرد ما سرسبز بوده، سفید بوده و عمل کرد ما خوب بوده است. لہذا اعمال خود، اخلاق خود و زندگی خود را هر انسان باید بررسی بکنه، مورد توجه قرار بدهد و به خودش رسیدگی کند، از خود فراموش نشود. نگاه کنید شما توی زندگیتون چقدر دروغ هست، آیا شما حرف دروغ به زبان می آرید یا نه؟ اینو بررسی بکنید. اگر دروغ به زبان شما می آید ولو اینکه به شوخی شما دروغ بگید، این دروغ به بارگاه خدا حساب می شود. اگر شما با زن و بچه‌تون دروغ گفتید، اگر شما با بچه کوچک هم دروغ بگید، طبق حدیث روز قیامت شما مورد حساب و محاسبه قرار میگیرید. آیا شما توی معاملاتتون دروغ میگویید یا نه؟ عیب کالای خودتون را کتمان میکنید، میپوشید یا نه؟ لہذا نگاه کنید شما توی زندگیتون عاد شکنی هست، وعده خلافی هست، خیانت در امانت هست، کلاهبرداری هست، چه کجیه و انحراف در زندگی خودتون هست. سر را به گریبان خودتون فرود ببرید و در حالت فکر بشینید و تفکر کنید در کار شما کجا عیب وجود داره. آیا عیبهای خودتون را شما دیدید و توبه کردید از فلان عیب و فلان عیب و فلان عیب؟ آیا دعا کردید به بارگاه خدا و توبه کردید که ما کجیهای خود و عیبهای خود پروردگارا توبه داریم؟ بررسی کنید عیبها را، کجای کار شما ضعف داره. آیا به زن و بچه که حقشون بر گردن شماست رسیدگی کردید؟ خوشنودی اونها را حاصل کردید؟ اونها حقشون به اونها رسیده یا نرسیده است؟ آیا شما به مادر و پدرتون رسیدگی کردید؟ آیا شما حق رسیدگی را انجام دادید؟ آیا شما به همسایه خوبی کردید و به حق همسایه رسیدگی
رسیدگی کردید؟ آیا شما به خویشاوندان بنده و شما به خویشاوندان رسیدگی کردیم؟ حق خویشاوندان، حق همراه و همسایه را ادا کردیم یا نه؟ بررسی کنید کجا نقطه ضعف در زندگی شما هست. آیا نمازی که میخوانیم نماز ما نماز هست یا نماز ما لغو هست و ما نمازمون را به کاهل نمازی ادا می کنیم یا به غفلت ادا می کنیم و در نماز توجه نداریم؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آیا ما در نماز خشوع و عاجزی داریم یا نداریم؟ آیا نماز ما در چه حالتی ادا میشه؟ آیا توی ایمان ما و اعتقاد ما ضعف وجود داره یا نه؟ اعتقاد ها را بررسی کنید، ایمان ها را بررسی کنید، اخلاق ها را و ضعف های اخلاقی ها را. آیا ما حسد و کینه می کنیم با بندگان خدا؟ آیا ما تکبر داریم یا نه؟ آیا ما خود پسندی داریم یا نداریم؟ آیا ما حرص داریم بر مال؟ آیا حب مال در دل ما هست یا نه؟ آیا ما گرفتار حب مال و حب جا که دو خطرناکترین چیزن در حدیث آمده است، آیا اینها را ما داریم یا نه؟ آیا شکر در زندگی ما هست؟ آیا صبر در زندگی ما هست؟ آیا قناعت در زندگی ما هست یا نیست؟ ولهذا بررسی کنید دوستان زندگی. آیا ما برای خدا خشم میکنیم یا خشممون برای خواهشات نفسانی ماست؟ آیا ما با مردم که دوستی داریم برای خدای یا برای خرماست و منافع نفسانی و دنیوی ما دوستی میکنیم؟ آیا با کسی که تعلق کردیم و قهریم و روگردانیم برای خداست یا برای دنیاست؟ لذا مسائل اخلاقی را بررسی بکنیم و ضعف های اخلاقی من را مورد رسیدگی قرار بدیم و توبه کنیم و در فی اصلاح هستیم یا نه؟ لذا این را قرآن عظیم و شان متذکر شده. آیا معاملاتی که ما در بازار انجام میدیم، آیا معاملات ما مطابق با شریعت هست یا نه؟ ربا گرفتیم یا نه؟ رشوه گرفتیم یا نه؟ حرام گرفتیم یا نه؟ کلاه بر سر مردم گذاشتیم یا نه؟ به حق مردم تجاوز کردیم و تعدی کردیم یا نه؟ زندگی من را مورد رسیدگی قرار بدیم و گریه کنیم بر گناههای من. ده صحابی را حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وصیت کردل، وقت او تقاضای نصیحت کرد آن حضرت فرمود گریه کن بر گناههای خود و در خانه خود بشین، خانه نشین باش، خانه نشین باش. از ترس گناه، از ترس معصیت، از ترس این که خلاف تقوا و فرهیزگاری کاری از دست تو انجام بگیره، خانه بشین و گریه کن بر زندگی خود. آه بکش و ناله بکش که پروردگارا من تو را نافرمانی کردم، زندگیم را به هوا و هوس گذراندم، زندگیم را به غفلت گذراندم، حق ترسیدن را از تو نترسیدم، حق ایمان، حق سجده، حق عبادت را من انجام ندادم، حق شریعت را انجام ندادم، حق مخلوق از من ادا نشده. ولهذا بر گناههای خود گریه بکن، خود را محکوم و ملامت بکن و بر گذشته های خود نادم و پشیمان باش و از الله رب العزت معذرت خواهی کن. لہذا سروران گرامی به این آیه قرآن ما را متذکر شده بین که خودتون را دریابید، خودتون را دریابید و به خودتان رسیدگی کنید و خود را هدایت یافته و بدون مشکل ندانید که من هیچ مشکلی ندارم، باید اکنون در حق دیگران فکر بکنم. بله ما باید فکر برای دیگران بکنیم، هدایت دیگران، اما اول از خود آغاز کنید، اول از خود شروع کنید، بعد به دیگران برسید. ما دعایی که میکنیم اولی داره در حق خودمون میکنیم برای نجات خودمون، بعد برای نجات دیگران، برای نجات والدین و عزیزان و همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، برای همه دعای خیر میکنیم. لذا از خودتون اول آغاز کنید، اول از خودتون
خودتون شروع بکنید، بین خود و بین ربتون را اصلاح کنید، بین خود و بین دین اسلام را اصلاح کنید، بین خود و بین سید المرسلین امام الانبیاء، این الگوی ما، این قائد ما، این راهنمای ما و هادی ما، بین خودمون و بین حضرت رسول را اصلاح کنیم. ببینیم چه اندازه ما دنبال روی عرض کنم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودیم، بر مسیر و طریق و سنت آن حضرت و سیرت آن حضرت حرکت کردیم. الله سبحانه و تعالی همه ما را هدایت بدهد به راه راست. نگاه کنید زندگی صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. صحابه چه اندازه روی این آیت فکر میکردن. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی روی این آیت فکر کرد. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه واقعش معروف است که روزی حضرت ابو بکر صدیق از مسجد به خانه می رفتن، دیدن حنظله از خانه به سوی مسجد می آیل بسیار پریشانن، تا رسید به ابو بکر صدیق گفت نافق حنظله. حنظله منافق شد و جزء زمره منافقین قرار گرفت. گفت چه شد؟ ابو بکر صدیق گفت ای حنظله چه شده؟ حنظله صحابی مخلص بود. گفت که حنظله در دربار رسول صلی الله علیه وسلم در محفل و مجلس آن حضرت نشسته، حالتی به حنظله طاری است که گویی جنت و جهنم را میبینه و لحاظا آنجا الله الله است و توبه است و آنجا همش رجوع به الله است. و وقتی حنظله میرود به خانه خود با زن و بچه مشغوله، با بچه ها میخنده و حرف میزنه، الان معلوم میشه که ما منافقیم و من منافقم. اگر مخلص بودم چنان حالتی بر من نمی آمد. حضرت ابوبکر صدیق گفت آنچه که شما میگویید ما هم به همین گرفتاریم، بریم هر دوی ما به دربار آن حضرت صلی الله علیه وسلم سوال بکنیم. به دربار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم رسیدن. حضرت رسول وقتی تعریف کرد حنظله که این دلیل اینه که من منافقم، آن حضرت فرمود که ای حنظله همیشه نمی شود که شما همون یک حالت داشته باشید. اگر شما در همین حالتی که در مجلس من هستید در خانه و مزرعه و کشاورزی و کسب و کار باشید، فرشتگان شما را مصافحه میکنند. شما بی صفات فرشتگی بر سر شما خواهد آمد. و لحاظا ساعتا یا حنظله یا حنظله ساعتا فساعتا، یک ساعت دست به کار مشغول باشه و برای معاشتون تلاش کنید، با زن و بچه ها بشینید، ساعت دیگر بیاد الله سبحانه و تعالی و بیاد آخرت و فکر آخرت مشغول باشید. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با اون مقام والایی که داشتن که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود عمر فی الجنه، 10 صحابی را حضرت فرمودن اینها بهشتیان، اینها را عشره مبشره میگویند. یکی دومی نفر از این عمر، ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه حضرت فرمودن. اما عمر رضی الله تعالی عنه به حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه رازدار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را تنها بردن و گفتن ای حضرت ای حذیفه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم، تو در لیست منافقین که آن حضرت به دست شما داده نگاه کن که عمر جز منافقین نیست، وقتی نامش در لیست منافقین نیست. سبحان الله، چه ترس خدا بر اینها قبول نکنه. بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم ما از مسیر آن حضرت منحرف بشیم و گرفتار نشویم. لحاظا تو نگاه کن که نام من در لیست منافقین هست یا نیست. و حذیفه فرمودن که نه، تو جز مخلصینی و لحاظا نام تو در لیست منافقین نیست. این همه ترس از خدای عز و جل، این همه تقوا، این همه دیانت، این همه خدا ترسی از چه کسانی؟ از اون انسانی که بالاترین اولیاء الله بودن، کسانی بودن که چشم آسمان مانند اینها را ندیده بود، نه قبل مانند اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم صحابه گذشته بود و مردم گذشته بود بعد از انبیا، و نه بعد از رسول الله تا قیامت
کسانی میآیند که مانند صحابه رضوان الله تعالی مجمعین باشند. خیلی مقام صحابه بالاست، خیلی مقام اهل بیت رسول الله بالاست. هرگز هیچ انسانی با عمل خودش نمیتواند به صحابه برسد. اونها استاد این امت، اونها مربی این امت، اونها راهنمای این امت بودن. کسی به اعتبار عمل صحابه را نمیتواند دریابد. این حال صحابه، این گریه صحابه. این عرض کنم که سروران گرامی ترس صحابه و خوف صحابه از الله سبحانه و تعالی، از حساب و کتاب میترسیدن. او واقعا را شما شنیدید که وقتی شیری را دادن به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و یا غذای را آوردن به حضرت ابوبکر صدیق دادن و بعد وقتی معلوم شد که غلام حضرت آزاد شده ابوبکر صدیق این غذای را که داده بود، این یک در دور جاهلیت برای کسی جادویی و کهانتی کرده بود و این شکرانه او را دادن به او. وقتی که خبر داد ابوبکر صدیق دست را به دهن بردن و این را از وجود خودشان و از بدن خودشان بیرون انداختن. گفتن شما چرا اینقدر بر خود فشار آوردید؟ و اگر جان من هم از دست من میرفت، من این لقمه حرام را در شکم خالی خودم نمیگذاشتم. برای آن که هر جسدی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود با حرام تغذیه بشود، فالنار اولا به، آتش جهنم به اولاتره، حقدار تر از بهشت آتش جهنم به او بدن است که با حرام و مال دیگران و مال نامشروع تغذیه بشود. اعاذنا الله و ایاکم. الله سبحانه و تعالی همه ما را از حرام نجات بده و از خلاف شر ما را نجات بدهد. لہذا سروران گرامی خود را دریابید و اعمال نامه خودتون را دریابید و حساب و کتابتون را بگیرید. اینجا قرآن فرموده قبل از این که شما به بارگاه خدا برسید و حساب و کتاب شما را خدای عز و جل بگیرد، حساب و کتاب خود را دریابید. سروران گرامی روز در مشکلی در پیشه، روز سختی در پیشه، روزی که همه پدران از فرزندان فرار می کنند، روزی که فرزند نازنین از پدر بزرگوار پدرجان فرار می کند، روزی که مادر از فرزند و فرزند از مادر، روزی که همسران از یکدیگر فرار می کنند. این روز قریب، این روز دور نیست. روزی که من و شما به قبر میرسیم و به لحد گذاشته میشویم و هنوز من و شما صدای کفس ما به قبر میرسد، طبق حدیث که برای حساب و کتاب منکر و نکیر مراجعه میکنند و میپرسند که شما چه عمل کردید. عمل کرده ما مورد بررسی قرار میگیرد و قیامت و حساب و کتاب ما شروع میشود. این روز در پیشه. راحت نشستید، با خیال راحت من و شما میخوریم و میپوشیم و استفاده میکنیم و بهره میگیریم و فراموشیم. اما قبر در انتظار بنده و شما، سکرات در انتظار بنده و شما، حساب و کتاب در انتظار من و شما و لقاء الله و ملاقات پروردگار در پیشه. سختیات جلوان، مشکلات جلوه، از همه این نعمت ها من و شما مورد سوال قرار خواهیم گرفت. این ماشینی که بنده و شما بر او می نشینیم و کلرش را باز می کنیم و به آخری سرعت این ماشین را میرانیم، روز قیامت باید حساب و کتاب این بدیم. لباسی که بنده و شما پوشیدیم، این مکانی که در او زندگی میکنیم، این خرج و مخارج و نانی که میخوریم و آبی که میخوریم، باید حساب و کتاب این بدیم. آنچه که به دست آوردیم، آنچه که مصرف کردیم، همه را باید به بارگاه خدا حساب و کتاب بکنیم. حساب در پیشه و خواجه غافله، خواجه قره خیال میکنه
میکند که خیلی چیز انجام داده است اما هنوز شکر نعمتهای خدا را انجام نداده، هنوز رضایت خدا را نگرفته، هنوز مشکلات خودش را با خدایش حل نکرده، هنوز عمل نامش سیاهه، هنوز اسمارش سنگینه و او غافل از بار خوده و لحاظا قهقه است و شوخی است و خنده است و غفلت میگه شکم سیر باشه. بابا هرچی بگذره قیامت بگذرد، هرچی در قبر بگذرد، اونجا وقتی که رسیدیم اون وقت لحظه افسوس میخوریم رب ارجعنی، پروردگارا من برگردان، رب لولا خرتنی الی اجل قریب، پروردگارا چرا به یک مدت کمی من بر نگردوندی. و اونجا میگوییم که پروردگارا من برگردان لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید این بار من برگردم به دنیا و عمل صالح انجام بدهم. الله رب العزت به حال ما رحم کنه و ما را متوجه حساب و کتاب و فکر آخرت بگرداند، ما را توفیق بده که خود را اصلاح کنیم و ضعف‌های خودمون را برطرف بکنیم و بعد برای ضعف‌های جامعه و افراد جامعه نیز قدمی برداریم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.